سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله کدسی یو سمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات شکوفایی انسان‌ها در بخش‌های جسمی، در بخش‌های ذهنی، در بخش‌های اخلاقی، در بخش‌های عاطفی و در بخش‌های اجتماعی به خاطر رشد متعادل از این پروسه چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. اینمی که ما مثلا یک کسی را در بعد فردی، در بعد اجتماعی، در بعد عاطفی و از یک حالت به حالت دیگر در میاریم. یک کسی از مثلا یک متربی یا یک شاگرد است. متربی منظورم شاگرد یا کسی را که ما شما تربیت میدیم. علاوه از شاگرد هم میشه متربی کسای دیگه باشه. ما هدف از تعلیم و تربیت در یک استوریفی است که ما کوشش ما این است که از یک حالت به حالت دیگر چی کنیم؟ در بیاریم. مثلا یک طفل برای ما میاد چیزی را بلد نیست، حتی 5 بنای اسلام را بلد نیست. اینمی که ما و شما مثلا او را تحت پرورش خود قرار میدیم، یک وقت میبینید که اینمی 5 بنای اسلام را بلد میشه، یعنی این از یک حالت به حالت دیگر چی کردیم؟ تغییر دادیم. میره در بود فکریش یا میشه در بود عملیش هم شاید مثلا عملا از نماز را استفاده کنه، یعنی او را از یک حالت به حالت دیگر در آوردیم. این تعریف اصطلاحی تربیت شد. دیگه ما شما میگیم تعریف تعلیم. گاهی اصطلاح تعلیم و تربیت را ما شما یک جا به هم به کار میبریم. خیلی میگیم تعلیم و تربیت و حتی یک وقت وزارت معارف ما شما هم وزارت تعلیم و تربیت بود. یک تعریفه که کوتاهی از تعلیم ارائه میکنیم. غیر از این تعریفی که ما اینجا ذکر کردیم، تعریف خیلی کوتاهی نمی است که تعلیم انتقال دانش یا اگر کمی ساده‌تر بگیم انتقال معلومات از معلم یا از تعلیم دهنده. اگر بگیم یک کنزر عامتر ما گفتم غیر از معلم هم میتونه کسی یک چیز را یک موضوع را به یک کسی بفهمونه. خود تعریفی را که ما ذکر کردیم گفتیم که یک پروسه یا یک جریان منظم هدفمند و آگاهانه است که در او دانش، مهارت‌ها، معلومات از معلم یا مربی به کی انتقال میشه؟ به متربی یا به شاگرد انتقال میشه. این یک پروسه هدفمند است، منظم است و این تو نیست مثلا یک پروسه نامنظم و بدون هدف. چون اگر در پروسه تعلیم هدف نباشه، نظم و انضباط نباشه، اونمو انتقال دانش به گونه درست صورت نمیگیره. پس این تعریفی از تعلیم. تفاوت‌های بین تعلیم و قبل ما شما گفتیم هر چند دو اصطلاح با هم یک جا به کار میرن، اما تفاوت‌های بین از اینا وجود داره. یک تفاوت عمده‌شون این است که تعلیم خاص برای موجوداتی است که دارای شعور باشد، برای موجوداتی است که دارای شعور باشد. اما تربیت برای تمامی موجودات است، یعنی هم موجوداتی که شعور داره یا نداره اونا تعلیم گرفته میتونند، از پروسه تعلیم متأثر شده میتونند. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.